بسم الله الرحمن الرحیم. خب به قسمت دوم از داستان ام رومان، همسر ابوبکر صدیق، مادر ام المؤمنین عایشه، مادر خانوم رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مادر اصحاب پیامبر رسیدیم. ام رومان شخصیتی بود که گفتیم جزو سابقین اولین در اسلام حساب میشه و از همون ابتدا جزو شخصیت هایی است که کنار نسل اولیه دعوت اسلامی رو صادقانه پذیرفت و آموزش دید در صبر و پایداری برای دفاع از اسلام. اما به عنوان یک مادر، ام رومان در کنار همه این فضایلی که داشت، سبقتش در اسلام، وفاداریش در اسلام، صبر و بردباریش در اون مراحل اولیه و سالهای اولیه دعوت، میبینیم ایشون مادری مهربان و مادری دلسوز هست و توجه بسیاری به تربیت فرزندان خودش عبدالرحمن و عایشه داره که بتونه اینها رو بر اساس تقوا پرورش بده و رشد بده و محبت خدا و رسول رو در قلب اینها بکاره و توجه خاص نسبت به این جریان داشته باشه که این یک نقش اساسی است برای مادران و پدران در تربیت فرزندان برای این فضایل و اخلاقیاتی که مهمه. اون چی که مهم بود، ایشون احساس میکرد شأن و مقام ام المؤمنین عایشه با سایر فرزندانی که وجود داشتن خیلی متفاوت بود، چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی به خانه ابوبکر صدیق رفت و آمد میکرد، بالاخره دوست صمیمیش بود، اینها شاگردانش بودن، ابوبکر صدیق، ام رومان، اینها خب بالاخره دائم از خونه‌هایی بود که بیشتر از هر کسی پیامبر رفت و آمد داشت و بالاخره جلسات دینی، برنامه‌های دینی، دعوت دینی، آموزش‌های دینی، تربیت دینی، همه در این خانه‌ها به قول در این خانه ابوبکر صدیق می‌دیدین جزء مکان‌های خیلی اصلی حساب می‌بود. اینکه پیامبر گاهی به ام رومان سفارش می‌کرد که در مورد عایشه که نسبت به تربیت عایشه تلاشی بیشتری بکن و این رو سفارش می‌کرد به خیر مواظبش باش و این رو بالاخره حواشی داشته باش، رعایت حال احوالش رو بکن. گویا که اگرچه پیامبر خدا خبر نداشت که چه چیزی براش در آینده مطرح شده، اما این نکته توجه برای پیامبر خدا بود و خب خانواده هم متوجه این مسئله بودن و به این مسئله توجه می‌کردن. تا اینکه بالاخره زمان گذشت. نگاه کنید اون سفارش هایی که در مورد پیامبر در مورد تربیت فرزندان نسبت به ام رومان میکرد، تا اینکه بالاخره در اون زمان جدید بعد از انتهای شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی، ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها از دنیا رفت. یعنی 3 سال تقریبا قبل از هجرت حساب میشه. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 2 سالی رو صبر کردن. بعد با ام المؤمنین عایشه بر اساس وحیی که از جانب الهی الله اومده بود، ایشون چیکار کردن؟ ایشون رو عقد کردن یا خواستگاری کردن. و ام المؤمنین عایشه این گونه پیامبر خدا میگه که من در خواب دیدم، اوری تو که فی المنام، یعنی تو رو به من در خواب نشون دادن. چون میدونید خواب پیامبران وحیه، مثل خواب من و شما نیست. میگه تو در خواب به من نشون داده شدی در 3 شب پی در پی که یک فرشته ای تو رو در یک پارچه ای از حریر می آورد و میگه هذه امرأتک، این همسر تو هست. وقتی من چهرت رو باز میکردم میدیدم تو هستی و من هم میگم پس اگر این خیره، ام المؤمنین عایشه میگه اگه فکر میکنی جریان این خیره، خود ما هم تسلیم رضای الله هستیم و اون چی که و از این چه بهتر کسی بخواد مثلا همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشه. خوله دختر حکیم میره پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و این مسئله ازدواج ام المؤمنین عایشه مطرح میشه. خواستگاری همچنین خواستگاری سوده بنت زمعه هست که ما فکر میکنم در اون قسمت‌های قبلی در ابتدای داستان‌های صحابی این موارد داستان سودر هم براتون نقل کردم. بالاخره این گونه اتفاق میفته که این شرف ازدواج برای ام المؤمنین عایشه فراهم میشه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داماد خانواده ابوبکر میشه، داماد ام رومان میشه. و میدونید که داماد در واقع محرم مادر زن هست. حتی اگر زن رو شوهر طلاق بده، مادر زنش براش مادام العمر به عنوان محرم حساب میشه. این رو خواستم از نظر شرعی مد نظر داشته باشید. خلاصه این خیر و برکت در خانواده ابوبکر مازاد شد، اضافه شد و بیشتر شد و این شرافتی که خداوند نصیب این خانواده کرد و نصیب این مادر کرد که دخترش تونست به چنین منزلت و مقامی دست پیدا بکنه. تا اینکه خب زمان هجرت فرا رسید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سمت مدینه هجرت کردند و خب خانواده خودشون رو در مکه گذاشتن و ام رومان، نکته خیلی جالبیه، ام رومان
که همسر ابوبکر صدیق، مادر عایشه و عبدالرحمن اینها هست، همه این سختی های زندگی رو در این دوران مکی تحمل کرده بود. بعد از هجرت هم ایشون همه این سختی ها رو تحمل کرد، علی‌رغم که ابوبکر همه دارایی رو با خودش برده بود و ما قبلا گفتیم که 6000 اون دینار داشت ابوبکر، الان یادم رفته دینار بود یا هر چه درهم بود، همون هر کل داراییش رو با خودش با پیامبر همراه برده بود. که یادتون باشه در داستان اسما داشتیم که وقتی پدر ابوبکر ابو قحافه اومده بود اونجا، گفتش که نابینا بود، آیا ابوبکر برای شما چیزی گذاشته؟ اسما اومد چیکار کرد؟ یک بالاخره ریگ و اینها رو گذاشته تو صندوق و پارچه گذاشت، بله نکن بابا بزرگ چقدر بابا برای پدر ما برای ما گذاشته. ولی نکته واقعا اینجاست که خب نقش همسر اینجا کلیدی ام رومان، اما ام رومان به خاطر محبت خدا و رسول، به خاطر این محبتی که وجود داشت و سلامتی که برای اینا مهم بود از سلامت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، همه این سختی ها رو قبول کردن و که پیامبر خدای نکرده دست مشرکین نیفته، بتونه به صحیح و سلامت به مدینه برسه و همش منتظر بودن خبر سلامتی پیامبر بهشون برسه، تا اینکه خبر اومد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ابوبکر صدیق صحیح و سالم به سلامتی به مدینه رسیدن. اینجا بود که دیگه پیامبر بالاخره شرایط رو فراهم کرد، کسانی رو فرستاد که خانواده خودش و خانواده ابوبکر رو آوردن به مدینه و در جریان مهاجرین ها در واقع قرار گرفتن. پس ما میبینیم که اینجا ام رومان عملا هم در مسیر هجرت قرار گرفته و جدا از اون نقش سابقین اولینی که داره، اینجا نقش هجرت هم و اون فضیلت هجرت هم شامل حال ایشون میشه که به خاطر محبت خدا، به خاطر محبت رسول خدا، به خاطر محبت دین خدا، به خاطر جانفشانی در راه دین خدا، این هجرت رو اینها پذیرفتن. و یه نکته خیلی جالبی که وجود داره حال در تاریخ، میگن که خطری برای ام المؤمنین عایشه پدید اومد در اون مسیر هجرت. ظاهرا شطور در شرایطی قرار گرفته بود که میگن حالا رم کرده بود یا هر گونه بود که بالاخره ام رومان بهش مثل کسی صدا بده یا خبرش بده که بابا بهترین راه اینه که مهار شطور رها بشه. مهار رو رها میکنن و شطور میسته و ام المؤمنین عایشه نجات پیدا میکنه، چرا که ایشون نگران بود که وای برای عروس رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه اتفاقی میخواد بیفته. که این اتفاق دیگه میگم که در تاریخ نقل کردن مورخین، حالا من در صحت و سقمش تا اونجایی که میدونم ظاهرا درسته، اما نکته‌ای که وجود داره در هر صورت اینها به مدینه رسیدن و در خونه‌ای که ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای ام رومان و فرزندانش فراهم کرده بود در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تونستن اونها زندگی خوبی داشته باشن. نکته خیلی جالبی که در این وجود داره این بود که بعد از جنگ بدر خداوند دیگه این عزت رو شامل اینها کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در سال دوم هجرت با ام المؤمنین عایشه ازدواج کرد و از این لحظه به بعد که ما می‌بینید که ام المؤمنین عایشه دیگه در خانه پیامبر هست، در خانه‌ای که محبت نزول وحی هست، در خانه‌ای که مستقیما وحی الهی از آسمان در اون بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل میشه و چه اکرام گرامی داشتی و چه منزلتی بیشتر از این. اما اینجا داستانی خیلی خاصی داریم در این تاریخ زندگی این مادر، این همسر. دقت کنید، این صحابیه بزرگوار ام رومان و این یک مهنت و سختی که بر اینها گذشت. همین شما بارها این داستان رو شنیدید، چرا که دیگه خب داماد ایشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و پیامبر خدا نسبت به ام المؤمنین خیلی محبت خاصی داشتن و به ایشون رو خیلی احترام میذاشتن و ایشون هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم احترام میذاشت و چون اینجا بحث اصلا رسالت پیامبر بود. اما با گذر زمان همیشه زندگی برای انسانها اون گونه که ما فکر میکنیم صاف و گوارا و آرام و مطمئن نیست. این گونه شد که بالاخره ام المؤمنین عایشه مورد تهمت منافقان قرار گرفت و اون داستان معروف افک اتفاق افتاد و اون ابن سلول منافق بزرگی که در اون زمان بود، ابن سلول با پیروانی که داشت و افرادی که فریب داده بود تهمتی ناروا نسبت به ام المؤمنین عایشه زد که اون همون داستان افک و معروف هست که در آیات الهی به اون اشاره شده که به راستی که هر کسی نمیتونه این تهمت و این شرایط رو تحمل بکنه، چرا که ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه ما خانواده‌ای بودیم که در دوران جاهلیت
دارای چنین مثلا وضعیتی نبودیم، چنین شرایطی نبودیم، چنین تهمتی به ما زده بشه که حالا مثلا در دوران اسلام و سالهاست که در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن و نسل اولیه. اما خب منافقان همیشه کار خودشونو میکنن و تهمت‌ها و رفتارها رو دارن و بین مسلمانان بالاخره رنج و ناراحتی رو ایجاد کردن. تا در این جریان خب تصور کنید مادر ام المؤمنین عایشه ام الرومان چقدر باید رنج بکشه و چقدر باید زیرک و ذکاوت و باشعور باشه که بتونه این بحران رو پشت سر بذاره و به گونه‌ای عمل بکنه که بالاخره بتونن از این بحران، از این تهمت، از این التهابی که پدید اومده این بتونن این رو پشت سر بذارن و تا اینکه بالاخره خداوند این فتنه رو بتونه هر جوری شده برطرف بکنه. داستان به این گونه صورت میگیره که بالاخره کل خانواده ابوبکر در این مسئله تهمت واقع شدن. تنها این نیست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همسرش تهمت زده باشه، اما ام رومان از دختر خودش ام المؤمنین عایشه این واقعه رو کتمان میکنه. ام المؤمنین عایشه وقتی میبینه حالا پیامبر کمی مثلا توجه نداره یا شرایط خاصیه، بیمار هم شدن، میگه اجازه بده من برم خونه مادرم، خونه پدرم. پیامبر میگه برو. ام رومان هیچی به عایشه نمیگه، میگه بذار شرایط این گونه باشه. تا اینکه یک شخصی بود به نام ام مستح، این اومد یه روز به عایشه گفت، وقتی میرفتن گفت نگاه کن مردم در مورد تو چی میگن و داستان رو برای ام المؤمنین عایشه تعریف کرد. ام المؤمنین عایشه اومد برای مادرش گفت مادر اینجوری میگن، آیا درسته؟ مادرش گفت نگاه کن عایشه جان، برای هر زن پاک دامنی، هر زن خوبی، هر زنی که دارای مقام و منزلته، این حرفا رو مردم میزنن، تو نباید به اینها اهمیت بدی. دخترم بود، کمی صبر داشته باش، تحمل داشته باش، همه چیز حل خواهد شد و مشکلات به پایان خواهد رسید. و اینجا بود که ام المؤمنین خیلی براش سنگین در اومد. ام المؤمنین عایشه میگه من در اون شب خیلی گریه کردم تا صبح، اصلا گریه من بند نمی اومد و اشک من قطع نمیشد و اصلا من نمیتونستم پلک رو هم بذارم تا اینکه صبح شد. و میگه که ام رومان نزدیک یک ماه این ناراحتی و این اضطراب تقریبا نزدیک یک ماه و این داستان افک طول کشید و برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ گونه وحی چیزی در این مورد نازل نشده بود. تا همینجا داستان رو داشته باشید. ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد، انشالله خدمت شما ارائه خواهیم داد. خداوند یار و نگهدارتون باشه.